اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تشکر مایه خیر و برکت، رشد و توانمندی، توسعه، مسئولیت و سعادت و خوشبختی است. و همیشه تشکر و قدرشناسی از خداوند سبب افزایش رابطه صمیمی بین عبد و رب بوده. و همیشه تشکر و قدرشناسی از بندگان خدا سبب تقویت دوستی و روابط حسنه بین برادران و خواهران شده. از همیشه تمرین شکر و قدرشناسی و تشکر بکنیم. همیشه بنده قدرشناس و سپاسگزاری باشه. آیه‌ای در قرآن کریم وجود داره که اینطوریه: همه آیات قرآن یک قاعده و یک برنامه برای بهینه ساختن زندگی ما و شماست. قرآن تنها کتاب ثواب نیست که کاسه‌ای دستمون باشه حالا ثواب جمع بکنیم. قرآن 6000 خورده‌ای برنامه برای بهتر زیستن، برای کاملتر شدن و برای توانمند شدن، برای رشد و تعالی و ترقی در دین و دنیا و آخرت. یکی از این آیات این که همیشه انسان خودشو محتاج و فقیر خداوند میدونه. آیا این حالت به من و شما دست میده؟ یعنی هر کسی میتونه به خودش نمره بده. خداوند تبارک و تعالی در محکم تنزیل میفرمایند: یا ایها الناس، اعوذ بالله انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، همه تون محتاج و فقیرید به درگاه رب العزت و الجلال. خدا اینو میگه، الله اینو میگه، رب ما اینو میگه. اما نسبت به ما و شما شناخت کاملتری داره که ما محتاجیم. خودمون همچی احساسی داریم یا نداریم؟ یا خودمون میگیم ما هم یه خداییم؟ علیاذ بالله. اگه گفتی نیاز به خدا ندارم یعنی خدا یه خدای دیگه هستی، چون فقط الله صمده، غیر الله که صمد نیست، بی نیاز نیست. یعنی هر کسی وضعش خوب شد بی نیازه از خداوند. هر کسی موقعیت اجتماعی پیدا کرد، هر کسی رو کرسی حکومت داری نشست، بی نیازه. فرعونم این توهم براش ایجاد شد، اعلام کرد که از این به بعد دیگه من خدای شما. به بنی اسرائیل گفت انا ربکم الاعلی، دیگه من خدای برتر شما. توهم براش ایجاد شد، نه چون حشم و خدم و لشکر و ملک و حکومت و تخت و سلطنت دید یه دفعه فکر کرد که دیگه از خدا بی نیازه و خیلی بالاتر رفت. اصلا گفت که ما علمت لکم من اله غیری. اول گفت من خدای برترم، یه خدای دیگه هست، خدای موسی هست ولی من برترم. ولی بعد دیگه گفت اصلا من خدایی برای شما غیر از خودم نمیشناسم، اصلا خدایی نیست. ولی وقتی که تو دریا غرق شد و همون خدا گفت که من الان مثل موسام، من الان همراه موسی، هرچی موسی گفت من قبول دارم، فقط این نگذار که من زیاد آب بخورم، آبایی که نمیخوام بخورم. اگه نه دوستان آب میخوره. آمنت بالذی آمنت به بنی اسرائیل،
من همون خدایی که تو آسمان قبول دارم که بنی اسرائیل قبولش دارن. این خیلی دیر بود. آیا شده که این احساس بی‌نیازی از خدا به دست بده؟ خیلی خطرناکه. قیچی میکنه همه چیزا. نگذار که این احساس به دست بده. این احساس کفر، ذلت، فقر به تمام معناست. تواضع داشته باشیم. خدایا هر چی داریم از توست، اصلا هذا من فضل ربی، همش مال خودته. تو بزرگواری کردید، ما اجازه دیدید از این نعمت ها استفاده بکنید. به خیلی هم ندادید، زخم معده دارن نمیتونن استفاده بکنن. به خیلی هم ندادید، غرور و تکبر دارن، حتی از علم و قرآن هم استفاده نمیکنن، روشون برمیگردن. آیا احساس کردیم که وقتی خوبی ها ازمون فوت میشه متضرر میشیم؟ این احساس ها، یک جلسه خیر ازمون فوت شد، یک برنامه خوبی ازمون فوت شد، یک کلاس درسی که میتونستیم به معلومات خوب و مفیدمون بیافزاییم ازمون فوت شد. آیا احساس کردیم که داریم ضرر میکنیم؟ دوستی میگه که رفتم سوپرمارکت یکی از دوستانم، نماز نمیخوند، حرفای بی ربط میزد. گفتم تو داری ضرر میکنی. گفت نه، کجا دارم ضرر میکنم، روز به روز دارم وضعم خوبتر میشه. دیگه دست کردم تو همون یخچالش، یه پپسی در آوردم، سرش باز کردم، ریختم رو خاک. سر مچم گرفت. چه کار داری میکنی؟ دیوانه شدی؟ داری ضرر بهم میزنید. یه پپسی چقدر قیمتشه؟ 250 تومان، 300 تومان. چرا یه دونه پپسی وقتی سرش باز میکنه رو خاک میریزه، خودش رو به زمین میزنن، احساس میکنه داره ضرر میکنه؟ 250 تومان که بیشتر نیست. این صحبت خیلی وقت میشه، چند سال پیشه. سر مچش گرفت، داری ضرر میرسه. چرا وقتی نماز نمیخونه؟ چرا وقتی چشمش میفته رو زمین؟ چرا وقتی پاش قلم میشه؟ چرا وقتی قلبش از کار میفته؟ قلب انسان وقتی ذکر خدا درش نباشه خود دیگه از کار افتاده دیگه نمیتونه خون تولید بکنه، دیگه نمیتونه پمپاژ بکنه خونهای معنوی رو. آیا احساس کردیم که ما نسبت به خدا محتاجیم؟ خدایا این دلم احساس کمبود داره میکنه که ضعف ایمان توشه. چرا وقتی شکممون گرسنه میشه احساس نیاز میکنیم که با یه چیزی بهش بریزیم توش؟ آیا قلبمون هم احساس نیاز به خدا کرده؟ که ما محتاجیم؟ ضرر چیه؟ نفع چیه؟ فقیر کیه؟ غنی کیه؟ خدا میگه انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. الله غنی است، هر کسی با الله شد غنی خواهد شد. چند شب درباره وصف بهشت و اوصاف بهشتیان داریم حدیث میکنیم. بهتره حرف پیامبر رو بعد از کلام خدا بخونیم تا خیلی حاشیه نریم و حرف خودمون نزنیم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالی، پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه از خداوند که خداوند فرمود اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. چه حدیث زیبایی است و چه آیه زیبا. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند تبارک و تعالی میفرمایند من آماده کردم برای بندگان صالحم، اعددت لعبادی الصالحین، آماده کردم، مهیا کردم برای بندگان صالحم ما لا عین رأت،
چیزهایی که هیچ چشمی اونو ندیده، ولا اذن سمعت، و هیچ گوشی اونو نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، و بر هیچ دلی و قلب خطور نکرده اصلا. نمیدونیم همچون چیزهایی هست. تو بهشت چیه؟ اینا درباره بهشت ها. خودتون محتاج بهشت میدونید؟ نیاز دارید به سعادت، به خوشبختی، یا میخوای بدبخت بشی، یا میخوای مفلس بشی؟ بازم میگم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بدترین دزدیست که از نمازش میدزدد، دزدیست که از خوبی‌های خودش میدزدد. آیا من تو دزدیم؟ خوبی که باید به حسابمون بره نمیذاریم. کی نمیذاره؟ خودمون نمیذاریم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میخوای اضافه بکنی؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میخوای اضافه بکنی؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله تسبیح خدا، الحمدلله تحمید خدا، لا اله الا الله توحید خدا، الله اکبر تعظیم خدا، لا حول ولا قوة الا بالله گنجی از گنجهای بهشت. حدیث ها. سبحان الله. چرا غافلی؟ در سفر اسراء و معراج که پیامبر رفت بالا، جدش ملاقات کرد، بلند شد جلوش. جبرائیل گفت این کیه؟ به جبرائیل گفت این محمد مصطفی است صلی الله علیه وسلم. بلند شد جلوش. رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام کرد بر جدش. اون جواب داد. بعد از اینکه جواب سلامش داد گفت مرحبا بالابن الصالح و النبی الصالح. خوش آمد گفت به فرزند صالح و نبی صالح. با هم صحبت‌هایی کردن، رفت بالا و برگشت دوباره ملاقاتش کرد. گفت تحیات من به امتت برسان، بگو که بهش خاکش خیلی مرغوبه، حاصل خیزه و آبش گوارا و شیرینه و کشتش اینه، کشت بهشت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. به امتت بگو. چه چیزی بالاتر از تسبیح خداست؟ اهل بهشت میگن سبحان الله، از بدنشون مشک ترشح میشه تو بهشت. همینطوری که ما در دنیا اکسیژن الهام شدیم، اینطوری راحت نفس میکشیم، اونا چه تسبیح در بهشت الهام میشن. یک بار گفتن سبحان الله، کل بدنشون ترشح میکنه یک مواد مایعی که همش بوی مشک خالصه. سبحان الله تسبیح خدا و الحمدلله رضایتمندی از خدا. خیلی عجیبه بنده ناشکری باشیم، از خدا راضی نباشیم. این همه نعمت و این همه حمایت. لا اله الا الله، دنیا و زمین و آسمان رو همین میچرخه. بهش میگم بطاقه، کارت دخول بهشت. لا اله الا الله، الله اکبر تعظیم خدا. و بر هیچ قلبی خطور نکرده چه نعمت‌های اونجا هست. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم یا می‌فرمایند که وقرأوا ان شئتم، اگر دوست داشتی این آیه رو هم بخونید دنبالش. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ نفسی نمیدونه که چقدر چشم روشنی در بهشت خداوند مخفی کرده که به عنوان یک مفاجعه یک دفعه نشونشون بده. صبر کنید، همه خوشی هاتون رو تو دنیا نکنید. همه خوشی های دنیا تبدیل به ناخوشی میشه. اگه قرار شده همه خوشی هامون رو تو دنیا بکنیم، آخرش چه بیماریه؟
چون خداوند همه خوشی ها رو تو دنیا قرار نداده و تو سوره انشراح گفته ان مع العسر یسرا. از آسایش تولید نمیشه. یه قاعده است، یه فرموله. از آسایش تولید نمیشه، از سختی آسایش تولید میشه، آرامش ان مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا 2 بار تاکید کرده. در جای دیگه میگه و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفیها ففسقوا فیها. میگه هلاکت از رفاهیته، از تنبلی است، تنپروری است. خیلی مواظب باشیم همه خوشی هامون اینجا کامل نکنیم، فقط اون اندازه که خدا گفته. بهترین لذت تو زندگی این که دوست خوبی داشته باشه، تو صورتش نگاه بکنید، نگاه تو صورتش ایمانت کامل تر بکنه. همنشینی با اون سبب افزایش هدایتت، ایمانت، اخلاقت بشه، معلوماتت بشه. اگه نگاه تو صورت، حتی پیامبرم صلی الله علیه و سلم فرموده، گفته بهترین همسرش که وقتی مرد او رو فرمان داد اطاعت میکنه، نماز 5 وقتش ول نمیشه، روزش ول نمیشه، عبادتش ول نمیشه. پیامبر معرفی کرده بهترین همسر. اگه مردش بهش فرمان داد حرفش به زمین نمیزنه، اگه مردش قایم شد در 2 چیزش اونو حفظ میکنه، در مالش و فراشش. و اگر نگاه به صورت همسرش کرد آرامش پیدا میکنه، عفتش بالا میره، کامل میشه. دوست مؤمن هم همینه. اینا رو داشته باشه تو زندگی. اینا سعادت واقعا. هر کسی نداره فقیر و بدبخت و بیچاره است. به پول نمیشه بنازید. روزانه خیلی ها دارن ورشکست میشن. این آیه رو میگه اگه دوست دارید بخونید دنبالش درباره اوصاف بهشت. اصلا هیچ کس نمیدونه خدا چه چیزی از چشم روشنی. یعنی این چیزا وقتی تو بهشت میشینید میبینید چشمت باز میشه، روشن میشه، دلت خنک میشه. یعنی اینا همه مال شماست. بیشتر هم مال شماست. میشدم خوندیم که چقدر آخرین نفری که وارد بهشت میشه چقدر به خدا سهم داد که دیگه گفت راضی شدم. جزاء بما كانوا یعملون. مؤمن از اعمال صالح سیر نمیشه، منافق نیست که. همونطور که ماهی از شنا کردن دریا، ماهی دریا بهشت براش، پرنده آسمان و طبیعت بهشت براش، انسان مؤمن اعمال صالح بهشت براش. در نتیجه خداوند در خیلی از آیات، در خیلی اصلا سوره ها تشبیه کرده موجودات و مؤمنین رو که دارن شنا میکنن تو طبیعت. یسبح لله ما فی السماوات. اصلا کلمه شنا، انسان به درجه‌ای میرسه که توی این عبادت ها شنا میکنه، احساس میکنه که عبادت ها و اعمال صالح و رفتارهای درست دریای رحمت خداست و اون شناگرشه و شناگری است که داره به سوی خدا شنا میکنه. هر کسی اعمال صالحش بیشتره، عقیدش کاملتره، توحیدش بر مبنای علم و شناخته و ایمانش شناگر ماهرتری و سریعتری است و زودتر شنا میکنه و قویتر شنا میکنه. متفق علیه. و احادیث میگن متفق علیه که در بخاری و مسلم روایت شده. و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال ان اهل الجنه ليتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. سؤاله قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق علیه. اینم یک حدیثی که نوید بخشه. ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم بخیلی نکنید، صفت بخیلی به خودتون نگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیه. بخیل کسی است که نام من نزد او برده بشه بر من درود نفرسته. میل خودتونه. مسیحی اگر که اسم عیسی مسیح برده شد دیدید؟
محال یک مسیحی ببینید. بلا فاصله صلیب و وقتی که اسم صحابه برده میشه باید چه بگیم؟ رضی الله عنه. وقتی اسم علمایی که از دنیا رفتن خدمت کردن به امت اسلامی باید بگیم رحمهم الله. علمایی که زنده هستن باید بگیم حفظهم الله. این آداب ها، قدرشناسی ها. غافل نشیم، دست کم نگیریم. بهشتیان وقتی وارد بهشت شدن یک سری غرفه های فوقانی هست بالا، خیلی بالا. این ستاره ها وقتی که روشنن میدرخشن، دور میشن. غابر یعنی خیلی دور، دوری یعنی درخشان. ستاره‌ای که پرتو افکنی داره میکنه، دیگه دور شدن، همینجور داره میدرخشه. میگه اونایی که طبقه پایین بهشتن میبینن از پایین غرفه هایی که مثل ستاره هایی که دوریه، درخشانه و دوره، داره چشمنگ میزنه میبینن. طوری دارن نگاه میکنن اون سقف های بالا و سوال براشون پیش میاد. سوال میکنن به خاطر برتری که تو دنیا داشتن. طرف مجاهد بوده، سینه‌شو باز کرده، خودشو منفجر کرده، صهیونیست ها رو به هلاکت رسونده. جوان 16 ساله 17 ساله 20 کیلو TNT 10 کیلو TNT میبنده، خودشو منفجر میکنه در یک جایی که مرکز صهیونیست هاست یا استعمارگراست. نبرد الجزایر شنیدنیه. الجزایر مبارزه کرد، لیبی مبارزه کرد، عمر مختار، جاسم سیاح، 2 میلیون شهید دادن تو الجزایر، استعمار رو به زانو گذاشتن. بالاخره در دنیا یه عده تنبلن. آقای خطیب زاده یه جایی نقل میکرد، میگو داستان لوس و اشتر شنیدی؟ ببخشید به محلی گفتم. لوس یعنی لب، اشتر یعنی شتر. گفت شتر خواب بود. آقای خطیب، من دارم نقل میکنم از آقای خطیب زاده، تو یک داستانی تو یک جایی شتر خوابیده بود، چرت میزد. آقای خطیب زاده میگفت وقتی شتر چرت میزنه این لب پایینش میاد پایین. شغالی نشسته بود، شغالم چرت میزد، منتظر بود که این لب پایینی شتر بیفته یه شامی براش باشه، مفخوره دیگه. یه روباهی آمد گفت شغال اینجا چیکار داری میکنید، چرت داری میزنید؟ گفت منتظرم همین تکه گوش بیفته، شتر داره خواب چرت میزنه، همین بیفته یه شامیه. روباه رفت رو کمر شتر سوار شد، شتر بیدار شد، لوسشو جمع کرد، بیدار شد، لبشو جمع کرد، گفت این لوس شتر. یه دی تنبل نشستن، نه حرکتی، میگن ما نمیخوایم خودمونو مردبت بکنیم، ما نمیخوایم خودمونو مردبت بکنیم. دور از شتر بخواب خوابه، راحت کن. اگه اسلام راحتی باشه بی دردسر ما هستیم، اگه نباشه ما اهل دردسر نیستیم. اینا بهش میگن امعه. پیامبر گفته اینا امعه هستن. سوال کرد امعه رو میشناسید؟ گفتن امعه چه کسانی هستن؟ گفتن امعه کسانی هستن میگه اگه مردم خوب شدن ما هم خوب شدیم، اگه مردم بد شدن ما هم بد شدیم، گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. پیامبر میگه نه، مسلمان یه شخصیت ثابت داره، باید شخصیتش ثابت بکنه تو این دنیا بعد بره. انسان ها سه نمونه هستن، لای بالا و بی‌تفاوتا و تنبلا، متوسطا و رویداد و رخداد آفرینان، اونایی که سرنوشت بشریت رو رقم میزنن. من و تو و فرزندانمون باید از رخداد آفرینا باشیم، مفید باشیم، تحرک داشته باشیم. اینم میگه به خاطر برتری که بینشون در دنیا بوده از نظر ایمان و تقوا و علم و دانش و توحید و عقیده و تلاش و جهاد و استقامت، اونجا هم همین رتبه ها لحاظ میشه. بعد سوال کردن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینهایی که این منازل رسیدن اینا منازل انبیاست؟
غیر از اونها به اونها نمیرسن. غیر از انبیا یه درجه خاصی برای انبیاست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خیر والذی نفسی بیده، سوگند یاد کرد به اون کسی که جانم در قبضه دست اوست، اونها مردانی بودن که ایمان آوردن به خداوند و صدق المرسلین، و پیامبران رو تصدیق کردن. هرچی پیامبران آوردن اونا رو تصدیق کردن. یعنی شما میتونی باشی آستین بزن بالا، کمر رو همت ببند. بعضی هم کمر میبندن تو عروسی ها، یه دستمال بیاری میخوام کمرم ببندم. اون چیکار میخواد بکنه؟ میخواد برقصه. رقصیدن هم کمر بستن داره. یه لنگی میبندن محکم، میخواد برقصه. برای چی میخوای کمرت ببندی؟ برای تخنث؟ برقصید، از حالت مردانگی در بیاید، حرکات نرم و ظریف انجام بدید. الجنة تحت ظلال السیوف، بهشت زیر ظلال سیوف، سایه شمشیره. حفت الجنة بالمکاره، بهشت خار و خاشاک فرششه. و حفت النار بالشهوات، و جاده جهنم اتوبانه بدون دست انداز. اتوبان، جاده استاندارد، میتونی با سرعت برید. متفق علیه. یه حدیث، هیچ حدیث کوچولو نیست. 5 چیز خداوند خصوصی به پیامبر. یکی از این چیزها پیامبر میگه اعطیتو جوامع الکلم، به من جوامع الکلم داده شده. یعنی کلمات کوتاه، معانی. حالا تو 100 سال هم بشین شرح و تفصیل، هر سال یه تفسیر جدید. و عن ابی هریره رضی الله عنه قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لقاب قوس فی الجنة خیر مما تطلع علیه الشمس او تغرب. متفق علیه. میگه فاصله بین تیر و کمان، اون سوراخی که تیر توش جا میگیره، و گوشه کمان، لقاب قوسین. میگه همین فاصله، یعنی همین مقدار تو بهشت، میگه از تمام چیزی که در دنیا بر اون آفتاب طلوع کرده بهتره، یا بر اون آفتاب غروب کرده. ریل معطلی. دلمون به چه خوشه. 2 تا حدیث دیگه در این بحث بهشتیان علامت گذاری کردم. برای فردا شب اگه حیاتی باقی موند انشاءالله چه ادامه میدیم. ساعت هم تقریبا 12 نزدیکه. از حوصله همه شما تشکر میکنم. امیدوارم که همونطور که نشستتون به خاطر خدا بوده، پاداشش هم از خدا میطلبیم که انشالله اجر مضاعف و خاتمه به خیری و افزایش هدایت و ایمان و عقیده و علم و دانش نصیبتون شده باشه، و همه ما و شما انشالله در همه امورات زندگی خاتمه به خیر بشیم، و از خدا بخواهیم که به ما توفیق بده که یک تجدید نظر جدی هدفمند در زندگیمون، برنامه هامون داشته باشیم، و این رمضان تحول و تغییر و تبدیل به احسن باشه، و رمضان عمرمون باشه که انرژی که از این رمضان میگیریم تا آخر عمر ما رو همراهی بکنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید. 10 دقیقه تا 12 مونده، 7 دقیقه ساعت من. اگه دوست دارید ابو ستار یک نشیدی براتون بخونه، یه تنوعی. سری چهره‌های جدید میبینم، جوانا، بچه‌ها.